سلام، به یه ویدیو دیگه از هامیسا خوش اومدین. امروز میخوایم ببریمتون توی یکی از قدیمی ترین محله های رشت، با هم بگردیم ببینیم چه خبره. کلی وایب خفن و مثبتی داره. همراهمون باشین. خب حمید کجا داریم میریم؟ خب امروز اومدیم محله ساغری سازانی که از محله قدیمی رشتی که فکر کنم تو اینترنت هم بزنید کلی اطلاعات میاد براتون. امروز با ما همراه باشین، قراره کلی جای خفن رو نشون بدیم. یه محله‌ای هم هستش که میگن خواهر امام. حالا تا آخر ویدیو با ما باشین که بهتون بگم چرا میگن خواهر امام. خیلی جو باحال و خوبی داره. با اون لهجه رشتی بگو. نمیدونم. خواهر امام. خواهر امام نه. خواهر امام رضاست فکر کنم. اینجا دفع شده. ولی این محله اسمش خواهر امامه. آره ولی خب اون جایی که داریم میریم به اصطلاح چیزه. مثلا یه فاز دیگه ای داره. آره. وقت نهار هم هستش بچه‌ها، کلی بوی غذا میاد. بوی کباب میاد. این محله کلاً حالت سمساری طوریه و میری وسایل قدیمی آنتیک داره. اصلا یکی دو تا مغازه است که چیزای قدیمیه، خیلی اینجوری آنتیک ها، خیلی باحاله. حالا میرسیم بهش. بچه یکی از اون مغازه که گفتم بهتون اینجاست. یه چند چیزا خفن داره، همه قدیمی. این دوربینا یادته؟ همه هم یه قدیم دوربینا داشتیم. خیلی باحاله. برام بگیریم. چی؟ چیزی که اینترنشنال ساین؟ کد تمبر پستی انگلستان. مغازه‌ای هستش اینجا که کلی وسایل قدیمی داره، خیلی وایبش باحاله. گفتیم بهتون نشون بدیم. سلام. سلام. قبلا اومده بودی اینجا؟ نه اومده. Thank you. چمدون هم جالبه ولی. آقا دستتون درد نکنه. آقا متشکرم. اونو از خیلی باحاله. بچه‌ها اینم یکی دیگه. اینا فروشی هم دیگه. آره. قدیمی. خیلی قدیمیه. حالا بیا با هستش یه جایی هستش که خیلی دیگه اونا باحال‌تره. بچه اینجا هم یه دونه دیگه از همون مغازه‌های قدیمیه که کلی پولای قدیمی، سکه‌های قدیمی و اینا داره. این تلفن‌ها رو یادتونه؟ تو خونه هممون این تلفن‌ها بود. ولی از این مغازه‌ها کلاً توی محله زیاده. یعنی هر کی که میخواد چیزای قدیمی و آنتیک و اینا بگیره میاد این محله. این محله هم فعلا خواهر امام، هنوز نرسیدیم ساغری سازان. حالا اینجا الان خواهر امامه. بچه دلیل اینم که به اینجا میگن خواهر امام چون که اینجا یه حرمیه. حالا الان بهش میرسیم. حرم خواهر امام رضاه که بهش میگن کلا این محله به خاطر این حرم اسمش شده خواهر امام یا همون خواهر امام. اینجا کلا بین اینا فکر کنم وسایل نو هم هست. اینجا نیستش که همه دست دو باشه. یعنی مثلا چیزای نو هم پیدا میشه ولی با قیمت مناسب تر. بیشتر اینجا میارن تعمیر میکنن، دوباره میفروشن. چهار همه میاد تعمیر میکنن بعد میفروشن. آره دقیقاً.
این همون حرم خواهر امامه که اسمش فاطمه اخرى. در موقع خواهر امام رضا بوده. آره، چون این حرم توی این محله بوده به این اسم معروف شده از اول. خیلی قدیمیه ها. آچا اینجا کجاست؟ بچه اینجا دیگه همون بافت اصلیشه، به نظرم بافت قدیمیشه که این کوچه هست که اینجا دیگه خیلی چیزای باحالیه و تهش هم یه کافه باز شده که کلا یه کافه که اصلا این وسایل قدیمی و اینا گذاشته، سبک نوستالژیک. بیایم با هم بریم تا اونجا ببینیم. ساختمون فکر کنم خیلی قدیمیه. اصلا معلومه. آره کلا این کوچه وسایلش بهتره به نظرم، آنتیک تره. نوارا رو ببین، جدای صوتی تصویری. مرد یکشو بیا فرض سرزی رو نشون بده. آلبوم شوک فرض سرزی بچه‌ها خیلی قدیمیه. در خیاطی قدیمی تصویری قدیمی. خونه ابریشمی ساغری سازانه. خونه ابریشمی ورودش بر عموم آزاده؟ میذارم بریم داخلش؟ من شنیدم نه. ساغری سازان. بچه اینجا انقدر کوچه‌ش هم کوچیکه، همه‌ش ماشین رد میشه. ما باید حواسمون باشه. ای کاش که اینجا رو می‌بستن که ماشین نیاد. احساس هم بافتش خراب کرد. قبلا نمیذاشتم بیاد. بیا اینجا رو ببین. بیا چه باحاله این. نه خوشگلم. خیلی قدیمی هنو. دیدی الان تو کافه ها دوباره مد شده که از همینا میذارن. شیرین و فتحی، لیلی و مجنون. بچه‌ها من توی چیزام اینستاگرام هم به صورت آنلاین اینا رو میذارم. هستم. یه دونه مونده بود یا دو تا بود؟ دو تا مونده بود. باشه چشم نوار ویدیو بچه‌ها، تلویزیونای قدیمی. نه همینجا هست، همین بالا سر لیوانه دارم. لیوانه لواتي رفتنا ماشاءالله. بچه اینجا هم یه کوچه قدیمی دیگه هست. شنیدیم که گفتن یه موزه داخلشه. حالا بریم ببینیم چه موزه‌ایه. یه کوچه هستش تازگی ها مد شده، تو شیراز بود. کجا بود؟ کوچه آشتی کنان. کوچه های کوچیکه که یارو تنه به تنه میخوره که بعد مثلا میگن که آشتی کردی. چقدر باحاله. این خیلی قدیمیه. این نشین چه موزه‌ای اینجا هست؟ گفت موزه هست؟ آره. در مورد این مغازه که اومدیم یه توضیح بده. بچه رفتیم به مغازه‌ای که همونجا بهتون نشون دادیم. بعد یه آقایی توش بودش که گفت این کوچه گفت کوچه حسیر بافان بوده اینجا. بافان. بعد آقای ببین عاشق موسیقی بود. آهنگای اصیل مثلا خواننده‌های خارجی خیلی خفنی و یانی کیتارو و ونجلس. بعد هی هم از حمید میپرسید اینو میشناسی اینو میشناسی. حمید خواننده‌هاشو شناخته بود، یارو با حمید حال کرده بود. به من گفتش که عجب شکاری زدی، خوشم اومد از شعرت. آدم باحالی بود، با قیافش نمیخورد. آره عشق موزیکو داشت. آره چه خوشگله اینجا، نگاه کن. خیلی کوچه باحاله. حالا موزه کجاست؟ بچه‌ها ما گفتن که بیاید اینجا یه دونه موزه هست. حالا من نمیدونم. همین کوچه رو میگفت؟ گفت کوچه بغلی دیگه. حالا میخوای بریم باز. چه کوچه خوشگلیه ولی.
اینجا که فکر کنم بنبسته. اینجا چیزی نیست. آره دوربینم گذاشته اینجا. سرکاری بود. حالا شاید مثلا این مدلی آخه این مدل باشه باید تابلو داشته باشه دیگه. ها؟ گفتم شاید بسته است ولی اگه هم باشه خب تابلو داشته باشه. آره. چقدر خونه ها قدیمه، چقدر دوست دارم همچین جاهایی واقعا. احساس میکنم زندگی اینجا یه حس و حال قشنگی داره. آره. انگار مثلا حرف میزنه باهات. آقای میگفتش این بشقابا با من حرف میزنه. اینجا که دیگه طبیعتا نیست. باید بریم بذار نگاه کنم تا تهش. ترسیدم، گرخیدم. میگفت بفرمایید. نمیدونم بهش چیکار میکنم. شاید شاید اینه موزه مثلا درش بسته است. نمیدونم. حالا دیگه پیدا نشد. چیزی هم نداره نوشتی. حالا بیا ببین. کیسه لیفای قدیمی تسبیح‌ها کیا کیسه می‌کشیدن؟ ما یه فامیل داشتیم بعد بچه‌ها رو می‌برد همون بچه‌ای که بودن همه رو از هم به زور زد کیسه فکر کنم اینجا همه‌شون با دوچرخه رفتن نگاه کنم کلاً دوچرخه یا فروشیه احتمالاً تعمیر برای فروشه. الان جلوتر یه صحنه میخوام بهت نشون بدم. بلندتر. یه صحنه میبینی الان جلوتر. چی هست؟ بیا فقط. اینجا نگاه کن. بیا. بابا این گرامافون خوشگله. اگه این کافه داشتم حتما اینو میگرفتم میذاشتم داخلش. خیلی میدونی که الان همه اکثر کافه ها فکر کنم میان از همینجا خرید میکنن. کافه هایی که چقدر خوشگله. اصلا دوربینا رو دوربین اساسی رو بچه خیلی باحاله. بچه ها اصلی ترین جاذبه این خیابون رو ببینید. این پیکانت به نظرم خیلی باحاله. اینجا یه مسافرخونه بوده میبینید واسه 120 سال پیشه. یه دونه هم همومه این قدیمی هموم مردونه بوده مثل که این هم واسه 120 سال پیشه. ولی واقعا این تاکسی خیلی خفنه به نظر اصلا نوستالژی قشنگ. شهرداری امیدیان نبود بپر والا. خیلی قدیمیه خدایی. این روشن میشه هنوز؟ نمیدونم. این همون هم خیلی قدیمی بوده. اینه همون؟ آره این بوده. اینم نمای کلی این خیابون. اینم باحال. این بالا ناکن چیه این؟ نمیدونم. این قشنگه. شاید کافه چیزیه. شاید.
بچه اینجا هم یکی دیگه از همون مغازه‌های باحال این خیابونه که کلا اینجا قبلا مثلا محله حسیر فروش ها بوده. این حسیرایی که می‌بینید هم فکر کنم بخاطر همین قضیه خیلی خوشگله واسه اینجا یه دونه صنایع دستی نوشته. اینجا یه مغازه هست بسته است الان، خیلی باحال بود بسته‌اش. یکی هم بچه اینجا یه کافه هست، کافه آذر. بعد یه کافه ها اومده حالت نوستالژیک درست کرده، خیلی کافهش باحاله. من حالا عکساشو دارم الان بسته است، توش عکساشو واسهتون میذارم، ولی خیلی خوشگله. حیف که بسته است دیگه. نمی‌تونیم بریم ببینیم. بیا حالا از بیرون نشون بده. توشو پر وسیله‌های قدیمی و آنتیک کرده. اینجا هم ناکن، اینجا هم هست. این هم باحاله. کلا این کوچه خیلی چیزاش خوشگله، ولی حیف که بسته. نمیدونم حالا ظهره بسته است. آخه این کافه آخه این باید باز باشه. نمیدونم چرا بسته است. خیلی بامزه است این. آره. خب بچه‌ها ما بعد از خواهر ما اومدیم محله ساغری سازان رشت، یکی از قدیمی‌ترین محله‌های رشت. خب اینجا یه دونه یخ دربش فروشی هستش که اونجا ملاحظه فرمایید. چی اسمش؟ عمو رجب. والا حاجی رجب بازسازی کرده. این خیلی قدیمی بود. بعد اینجا صف میشه، قلقله میشه، یعنی شبا بیاید اینجا نوبت میده، بعد نوبت وایسی. یخ بهشتای خیلی خوب و مشتی داره. فکر کنم معروف‌ترینش هم یخ بهشت پسته هستش که توش خیلی چیزه. و قیمت هم خیلی مناسبه. حتما اومدید رشت ساغری سازان رو بیایید اینجا حاج رجب. بریم اونورتر هم خود ساغری سازان رو بهتون نشون بدم. اینجا یه دونه چتر سازیه، بعد مغازش کوچیکه، بعد توش پر چتره و اینقدر چتر زیاده که یارو خودش دیگه اون تو جا نمیشه، خودش در میشینه. فقط نمیدونم چطوری اون چتر رو بعد میفهمه کی صاحبش کدوم بوده دیگه. قبلی رو حالا یه ذره چیز کن بگیر ازش فیلم. اینجا هم در واقع همون محله ساغری سازان دیگه، درسته؟ محله قدیمی. اینجا یه مسجد هم هست. مسجد چیه آتشو؟ آره این نمیدونم این چیه، ولی خب خیلی قدیمیه. همه میان عکس میگیرن. حالا بهتون نشون میدیم. ما متاسفانه اوج شلوغی هم اومدیم. دم ظهر شلوغ نکنید. بچه این ساختمون که میبینید یه همون قدیمیه که این نقش و نگاره‌هاش برای زمان قاجاره دیگه. الان به عنوان یه بنای تاریخیه که همینطوری مونده، اصلا دستم بهش ندارم. کاشی‌کاری‌هاش هم میبینید همه واسه زمان قاجاره. خیلی قشنگه، واقعا قدیمیه. ببین چه طرح‌های قشنگی بوده روش. خوبه که حالا در همین حد حفظش کردن، کاشکی بازسازیش میکردن. این کاشیکاریا همینطور که میبینید اسم کسی که اینو درست کرده نوشته مشهدی یوسف. عمل مشهدی، عمل یعنی کار مشهدی یوسف، کاشی سازه به تاریخ
اربیل تاریخ ترکیه به اسم ترکیه. تاریخ 1308 یعنی بر زمان 1308. بعد اینا رو میبینین اینا دزدیده شده، نکنید اینایی که چیز کردن اومدن دزدی کردن ازش. نمیدونم حالا چرا چیزش نمیکنن، بازسازیش نمیکنن، خیلی حیفه. بچه این خونه خوشگلی که میبینی پشت سر من، این خونه پروفسور سمیعی بوده. پروفسور سمیعی میدونین دیگه، جراح معروف مغزه، خیلی خفنه. این خونهش بوده ولی متاسفانه ورود، یعنی اونجوری نیست که ورود آزاد باشه بتونیم بریم از داخلش بگیریم، ولی کل این مجموعه هست، خیلی باحاله. خب ما اون محله رو دیگه رفتیم و گشتیم و وسط فیلم گرفتیم. الان تصمیم گرفتیم که بریم تو دل بازار یه رستوران قدیمی ناهار بخوریم و اونجا هم بهتون نشون بدیم. اینجا هم که اطراف شهرداریه، بازار کلا نه به هم کلا خیابونا نزدیکن. الان پشت ما هم چه ساختمان شهرداری. اینجا پاساژ خزره، پاساژ پارچه فروش هست. بعد طبقه بالاش من شنیدم یه رستوران خیلی قدیمیه که میگن خوبه. حالا بریم ببینیم چجوریه. اینجا هم خیاطی حمیده بچه، کلا بورس پارچه است اینجا. شلوار مردانه. باید از یکی از این آپلا بریم بالا. باید این آپلا بریم بالا. یه برنج سوخته میاد، فقط برنج سوزونده. مثل که بازاریا خودشون اکثرا میان اینجا غذا میخورن. خب بریم هم دیگه ببینیم چی. بیا. بچه من این جوجه ها رو نمیشناسم، این آتوسا اینقدر علاقه داره به این جوجه ها، میشناسم ما هم میارم. اصلا دست در نکنم. ببین اینه. حالا ببین دوست داری فضاشو کلا بازاریه دیگه، اصلا بازاری هم میشه غذا میخواد. خیلی قدیمیه. اوکی بریم یا نه؟ آره. بچه این هم منوشونه.
من شنیده بودم که اینجا چون که خیلی قدیمیه بعد از بازاریا و اینا اینجا غذا میخورم. حالا نمیدونم شنیدم کیفیت غذاش خوبه. خودمون اولین بار اومدیم بعد تست کنیم ببینیم چجوریه. خورشتای محلی هم دارم ببینیم که چجوریه. جنایت ماست. جای شما خالی یه سیخ کوبیده گفتیم با فسنجون. خیلی هم خوشمزه بود غذاش. من خیلی دوست داشتم. خیلی با کیفیت. آره. خیلی خوب و با کیفیت بود. دستشون در نکنه. دست شما در نکنه. خب نظرت چی بود راجع به غذا؟ خیلی خوشمزه بود. خیلی خوب بود. همشهری هم در اومد. برای تبریز آره بودم. همشهری در اومد ترکی با شخصا. گفت هم همشهری من هم همشهری تو هم رشتی بود. دو طرفه بود. احتمالاً خانمشون برای من که هم دارم برای یوتیوب میگیرم هم پیجم. آره. غذاش خدایی با کیفیت بود. برنجش، نمیدونم کبابش. این یارو معلومه کارش رو راسته دیگه. چندین سال اینجاست. میگه چند سال 100 سال چقدر گفت. خیلی قدیمی اینجا. ولی خوب بود غذا. آره عالی بود. البته بگم دید چرتکی انداخت. آره یه چیزی بگم. ببین من فسنجونش رو یه ذره دوست نداشتم راسته. ولی گردو بود. فسنجونش هم گردوش رو تلخ بود. یعنی باعث شد تلخ بشه. من دوست داشتم. ولی خب کبابش رو فکر کنم دوست داشتی. من دقیقاً فسنجونی که دوست دارم این سبکی پر از گردوه. ولی خوبه که شیرین نبود چون که خودشون ترک آره. بودن. من یه ذره استرس گرفتم شیرین نباشه فسنجونش. خب الان میریم اون کافه آذرا رو بریم دیگه. اون گفتش که 3 به بعد باز میکنم. خب. حالا بریم ببینیم اگه باز بشه بریم. خب آتسا بچه چی ما شد؟ رفتیم نهار خوردیم اومدیم اینجا قرار بود 3 به بعد باز کنم. گفتیم حیفه بیایم اینجا هم بهتون نشون بدیم. یه کافه نوستالژی که کلی وسیله قدیمی توش گذاشته. بریم با هم بریم. بریم. کفشو باید در بیاری؟ واقعا؟ اولین کافه که میرم باید کفشو در بیاری. اوه
بچه‌ها یه چیز خیلی خفن من دیدم، من عاشقش بودم، گراموفون رو نشون دادم، حالا الان باز میگیرم، خیلی خفنه، همچنان داره کار میکنه و این صدایی که داره پخش میشه از گراموفونه. همچنان در مورد پخش دیدیم دیگه این چقدر کافه باحالی، ارزش اینو داشت بریم دور بزنیم. آره دور بابا بیایم. من نمی‌کردم اینقدر خفن باشه، خیلی خوشگله. آره. بچه عاشق گراموفونش شدم، اصلا باحال. فوق‌العاده است و این داره کار میکنه. ببین، آهنگ عوض کرد، اجزایی که اسم گذاشته رو قشنگ فکر کرده روش. آره. نرمیز کرده. این اصلا معلومه چیز که آره هستش. معلومه که کلی هزینه گذاشته و آره. چیز آنتیکو خوب انتخاب خودشون پیج کرده. دارن، یه پیج آره. گردشگری بکنم دارن. رشت اومدید حتما بیاید اینجا آره، سر پیجشو بزنید، براتون خیلی بذاریم. خوبه. من 14-15 سال اینجام نیومدم، تازه هم درست شده تقریبا تازه. ولی مثلا اینجا اومده بودم ولی با دقت نگاه نکرده بودم. ولی آره. من خیلی اینجور محله ها اینجور چیزا رو خیلی دنبال میکنم، دوست دارم اینجور فضا. الان جا شما خالی چایی و کلچه فومن آورد. لیوانا مورد علاقه حمیده، عاشق این لیواناست. بچه‌ها امیدوارم که دوست داشته باشین ولاگ امروزمونو. به ما خیلی خوش گذشت. امیدوارم که شما دوست داشته باشید. آمیسا رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، حمایت کنید. آره. که بتونیم ویدیوهای خفن‌تر بذاریم. آره دیگه. مرسی که هستین کنارمون. خیلی دوستتون داریم. ماچ به کلتون. نه اون یک چیزی سر و صورتتون تکراری نشه. ولی اینکه مواظب خودتون باشید. همین دیگه. ولاگ دیگه. خداحافظ.